بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی کسی را سخت میرسد نمیرسد، طبیعتی کسی را راست میگیره نمیگیره، این شریعت های، این قانون خدا های. اجازت نمیده ما را که ما موسیقی گوش کنیم. حکمتی را خدا میدانه. ولی ببینید خدا میگه خوگ نخور. گردی خوگ در امروز بحث مناظره بسیار، چرا خوگ نخور؟ اون حکمت چه خدا میدانه. چرا خوگ نخورید؟ خدا میگه شیر نخورید، خرس نخورید، پلنگ گوشت نخورید. حکمتاش خدا میدانه. برای چی ما اینها را نخوریم؟ اینا هم گوشتن کو، اگر گیری میگوی گوشتن کو اینا. ولی خدا برای بنده که مهربان است میداند چی چیز برای ما ضرر داره، چی چیز برای ما فایده داره. برای من اجازت نیست برای ما که ما از موسیقی های استفاده بریم. برادر عزیز، این حتی پیامبر گفتن که انسان منافق میکنه، آیسته آیسته دل آدم سیاه میکنه. وقتی دل که سیاه شد برادرها، این ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین مردم به سوی خدا آن کسی که دل سیاه داره. باز این غزل خوانی ها را بین قاری نعیمجان از خوجنده، باز دیگر قاری هایی که در اینجا مشهور و معروفند، در دوشنبه ها هستند، چقدر غزل های خوشرو میخونن، همه پند و نصیحتی. اونا او را گوش کنن، این چی باکی نداره. ولی هر چیزی که به خلاف شریعت باشه برادر عزیز، ما حکم کردن نمیتونیم. من شما را دستور دادم، شریعت دست مده نیست که من هر طرف بخوام شما را حواله کردن گیرم. اجازت هست با هر کسی که همکاری میکنه فرق ندارد. کدام دینه ده که نباشه کسی ما همراهش همکاری میکنیم، کار میکنیم، شرکت باشد، تجارت باشد، خب داده گرفت مالی و پولی باشد، هر چی باشد، خواه روس های، خواه پامیری های، خواه ایرانی های، خواه عرب های، خواه امریکایی های، کسی باشد. ولی فقط عقیده ما تغییر نمیتیم. ما پیرو دین اسلامیم، ما دین اسلام است. خب کتاب ما قرآن است، از همین بیرون نمیریم. بگذار وای نصرانی باشه، بگذار وای شیعه باشه، بگذار وای تماما دین نداره، بگذار وای خدا را این کار میکنه، معامله با او درست، ولی عقیده ما باید تغییر ندیم. نکنیم. بابا منیا روشن‌تر فهمونی که بسیار سخنان میشد باید این خیلی برادر عزیز که هر چیزی که من گفتم شما با برده در دیگه کسا مقایسهش نکنید. شما اگر اخلاص و محبت من باشه و پرسیده من که گفتم درست، یعنی درستیش هم از روی کتاب خدا میگیم. ما گفتیم نادرست، نادرستش هم از روی کتاب خدا میگیم. پس درست گفتیم کدن در کار، نادرست گفتیم نکدن در کار. بعد من آزی گویم که مثال همین درست با همین را برده پیش یک کسی دیگه دو فلانی هم تا گفت، او بگه نه او نادرست گفت، با گفت پیو را بگیری، این علاقه برادر عزیز سوال از برای خدا نبوده است. برای همین برداشتن انگشت سنت های برادر عزیز. در یگان مذهب 4 مذهب داریم: مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل. هر 4 مذهب برای برداشتن انگشت رخصتاشون است، دلالتاشون است از روی حدیث های پیامبر. ولی در همین 4 مذهب فقط در مذهب خود ما، یعنی در مذهب امام ابو حنیفه 2 رساله مخصوص درباره برداشتن انگشت آمدگی، 2 مخصوص کتاب که یگان مذهب 2 کتاب درباره برداشتن انگشت داره. مذهب خودمان 2 رساله داره.
یکی رساله علی قاری، یکی رساله ابن عابدین شامی. دو تا رساله داریم که حضرت ها با تمام حجت و دلیل های قوی که صاحب مذهب های خود مانند همه برداشتن انگشت از سنت گفتند. برای ما میتونیم که در وقت همون التحیات لله و صلوات و طیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله، الان میور داریم این انگشت با این انگشت حلقه میکنیم، اشهد ان لا اله میور داریم، الا الله هم تا میگذاریم و دست هم تا مشت میقپیم تا سلام دادنه، سلام داده میکشویمش. انا اگر همین طرز ما و شما اگر اجرا کنیم، خب بسیار بسیار در نماز حساب کنیم که یک سنت دیگر را ما زنده کردیم. بعضی کتاب ها مثل فقه کیدانی، مثل فرض عین اشتباه کردگیان در کتابشان که برداشتن انگشت حرام گفتن، اونا اشتباه کردگیان. یعنی در همین مسئله کمی گوییم که شاید همون حدیث ها با اونا نرسیده باشد، یا شاید سخن خودی همون کتاب را باشد، دشمن های خدا در درون کتاب می‌دارند تا که اختلاف ها شود. این هم از احتمال دور نیست، همه کارا میکنند. برامین علی قاری در کتاب خودش گفته است که اگر وزن و بالمؤمنین خیرانه میشد، یعنی با مؤمن ها گمانی نکنید، همین نمیشد، من صاحب فقه کیدانی را اگر همین سخن گفته است که برداشتن انگشت حرام است، حکم با کفرش میدادم، به خاطر آنکه این سنت پیامبر و حرام گفتگی است. برای برداشتنش سنت برادری. شما میتونید در کتاب‌های حتی همین چیز خود مذهبی خودمون، شرح الوقایه، شرح مختصر، خب در چیزش در متنش آمده است که و ذهب بعض مشایخنا، بعض شیخ‌های ما هم در برداشتن می انگشت رفتن. خود صاحب شرح الوقایه میگه باز همین شرح الوقایه با حواشیه داره عمدت رعایه. خب با این صاحب این حضرت این کس چی میگه؟ این کس میگه که در کتاب ها با تنبورهاشون نواخته و حرام گفتن. یعنی گویم که پس میزنه دیگه کتاب ها را که شما چه حق داشتین که این را حرام گفتین؟ برای کتاب های مذهبی خودمون جانبداری میکنن، دستگیری میکنن. حاجی بابا همین از سری اتحیات بعضی ها برداشته نیستن تا آخری سلام و یش نادرستن؟ اکو ای خلاف مذهب های. در مذهب انامین طرزی که من گفتم انامینو بعد همین تا استادن ده اشهد ان لا اله الا الله، همین کلام باز این شم آمده. اگرچه 5 نوع برداشتن های باز ولی این خیل یا دروش هم آمده، دورت دادن باز پستا بلند آمده است، این خیلی هم آمده است. خب ولی در مذهب فقط همین طرزی که ما برداشتن و گذاشتن و یا هم تمانده و برداشتن و پرتافتنش همینش به مذهب نزدیک است. اگرچه اونوش هم در حدیث آمده ولی اینش مذهب قبول کرده است. اگه ما که مقلدی به مذهبیم پس این مذهب مونده رفتن میگیم انشاءالله همیشه از سنت دور نیست. اصلی سهر و جادوه مثلا هم بدیه میخواد یک بانده باشه تو کدام نکنه عزیزه سهر و جادو تدنی از خوبین ریمس و غیره آده اصلا همون وقتی که پیامبر مونا
جادو کردن. پیامبر که مبتلای سحر شد بعد در فشار خون مبتلا شد دیگه حضرت ایجاش خسته نمیتونست. بعدا خدای مهربان برای نجات رسول اکرم معوذتین روان کرد. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. همین دو تا سوره روان کرد. پس پیامبر گرامی وقتی که هر کدام میره میخوان گره های سحر گشاده میشدن و برای هر کدام ما توصیه دادن که برای اون که سحر در شما نگذره اولا آدم 5 وقت نماز خونه. نماز از روی اخلاص خونه، به خاطر خدا خونه. دوم پای به طهارت نگرده. سوم نمازها را در جماعت خونه. نمازها را در جماعت خونه. چهارم هر باری که خانه بیرون میشه یا در جایگاه خواب میکنی حتمی آیت الکرسی، سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 باری میخونین، دستاتون را دم میکنین، تمام بدنتون را میمالین. ان شاء الله یگان سحر جادو در شما تاثیر نمیکنه.